دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این کلیپ میخوام براتون از اول به زبون ساده کار با به اصطلاح این حسابای سرمایه گذاری پمتون رو یاد بدم، البته با تاکید بر اون برداشت و بررسی حساب، نه حالا بقیه موارد تو کلیپ‌های دیگه گذاشتیم. من در آخرین کلیپی که برای شما پر کردم کلیپ کاملا فعل بداهه پر شده، خب، و آلپاری یه سری چیزاشو آپدیت کرده و من رو حساب این که به اصطلاح این هنوز رابط کاربریش قدیمیه دنبال این بودم که یه چیزی رو پیدا کنم به شما نشون بدم، پیدا نکردم و تموم شد. ولی نگو که حالا تحقیق کردم دیدم که کلا سیستمشو اتوماتیک کرده که حالا در ادامه براتون توضیح میدم. پس این کلیپ آپدیت کلیپ قبلیه. کلیپ قبلی توضیحاتی که میدادم بیشتر مال ورژن قبلیش بود که حالا بعد چند سال این آپدیت کرده و شانس ما هم خورده بود تو همون کلیپی که پر کردیم. خب ببینید دوستان، گفتیم تو صفحه اول که میاد شما اگه سرمایه گذاری داشته باشید اینجا تو قسمت سرمایه گذاری های من میاد، معمولا هم باز هست. خب و عرضم به حضور شما اگه هم نبود که اینجا هست دیگه، قسمت این صفحه اصلی اینجا سرمایه گذاری بالپاری، سرمایه گذاری در حساب پم. شما اینجا سرمایه گذاری های منو دارید که تو این تب میتونید در حساب های پم، ما حساب پم هستیم، سبد نیستیم، ما حواستون باشه. اینجا میذارید همین صفحه میاد. خب بهتون گفتیم که باید روی هر کدوم از حسابا که میخواید، شما که یه دونه بیشتر احتمال ندارید، حالا اگه برای خواهر برادر کسی جداگونه باز کردی که یادتون دادم، احتمالاً اینجا مثل ما چند تا دارید. خب اینا مال اعضای پارسینوست هست و هر کدوم از اینا رو که کلیک کنید میره توی مشخصات حساب. فقط یادتون باشه که روی این شماره ها کلیک کنید. این شماره به اصطلاح حساب سرمایه‌گذاری شماست، نرید روی این کلیک کنید که این وارد جزئیات حساب ما میشه. خب ببینید فرق نمیکنه دیگه، هر کدومش رو کلیک کنید یه صفحه برای شما باز میشه که من میخوام به زبان ساده‌تر برای شما توضیح بدم. اینجا سه حسابای مختلفتون میاد، یه دونه باشه که کلا یه دونه است. من برای شما نشستم این تبا رو توضیح دادم. اصلا شما نیاز به این چیزا ندارید. خب کلا میخواد ببینید چقدر سود گرفتید از روز اول تا الان. همین نظارت بر سرمایه شناور، یعنی اینجا سه تا تب هست، گزارش ها، جزئیات، میتونید اونها هم بخونید. خب اینجا هم خروجی میتونید بگیرید، نمودار رو میتونید ببینید، اما بهترینش همین صفحه است، همین که برای شما داره باز میشه. ببینید مثلا برای حساب $500 داره میگه که شما 7.5 دلار کلا سود گرفتید توی ماه، 7 ماه 13، تو این هفته 1.8. خب این حساب حالا قدیمیمون نیست، حساب تقریبا جدیدترمونه، $7 گرفته روی $500. یا مثلا این حساب خیلی جدیدتره، 4 دهم کلا سود گرفته. این حساب خیلی جدیدتره، 8 دهم گرفته. این حساب خود قدیمی‌تره، البته مبلغش هم بیشتره، $52 سود گرفته. این حساب از همه قدیمی‌تره و روی تقریبا $5100 $300 سود گرفته. خب و واریز هم که براتون توضیح دادیم، میتونید روی این حساب واریز کنید، میتونید کلا یه حساب جدید باز کنید. اما اگه بخواید روی این حساب افزایش سرمایه بدید که مثلا این درصد کمیسیونا کجا بود اینجا، مثلا میگه که شما اگه این $3000 مثلا میگم این $500 دیگه میخواد که از این بازه رد میشه و دیگه مثلا کمیسیونی که پرداخت میشه به آلپاری ما کمتر میشه. حالا کار به اون ندارم، اینجا مثلا خواستید اضافه کنید، از اینجا میتونید حساب اضافه کنید، نه میرید به اون روشی که تو کلیپ واریز وجه برای شما توضیح دادم، میرید یه حساب جدید درست میکنید حالا برای یه نفر جدید. برداشتم که کلا گفتیم بیشتر کمتر از $10 نمیشه، درخواستتون میدید، برداشت وجه انجام میشه و این پول میاد توی صفحه اصلی. فقط دقت کنید که کلیپ قبلی رو بعد نگاه کنید، فقط من اینجا به زبون ساده‌تر برای شما توضیح میدم که یه سری نکات رو اصلاح کنم و عرضم به حضور شما نکات قبلی اون کلیپ جامع‌تره. اینجا میاد توی این حسابتون و بعد برداشت میزنید به روشی که داخل کلیپ توضیح دادم. فقط یه نکته اینجا، قبلا شما باید یه گزینه میزدید که سودتون سر ماه یا بیاد تو کیف پول یا بیاد روی حساب. اینو آلپاری تو آپدیت جدید ظاهرا مستقیمش کرده دوستان. یعنی چی؟ یعنی دیگه از شما نمیپرسه که سودتون میخواد بیاد روی حسابتون یا نمیخواد بیاد. کار خوبی هم کرده اتفاقا. الان نگاه کنید شما دیگه هر چی سود بیاد دست بهش نزنید میاد روی حساب. خب مثلا این حساب روز اول $5000 بوده، $5100 بوده، $300 اومده روش و الان حساب شده 5400. از سیستم صندوق پارسینوست داره روی $5400 کار میکنه. خب و عرضم به حضور شما که این خوب شده دیگه اگه کسی نخواست سودش خواست برداشت کنه، سر ما میزنه برداشت و مبلغی میخواد برداره. ولی جالبه ببینید دوستان، مثلا حالا به لحاظ پتانسیل سرمایه گذاری میخوام شما بگم، این حساب تقریبا اولین حسابی بوده که زیر نظر صندوق بوده، 3 ماه به صورت دائمی کار کرده روش. این صندوق یه چه هولوش $5100 بوده. من برای شما میگم $5000. خب این $5000 رو دلار 50000 تومان خریداری شده. خب میشه 250 میلیون تومان. یک نفر اومده 250 میلیون تومان توی این صندوق گذاشته و اینو اگه توی بانک میذاشت، ببینید 250 میلیون یه سود روز شمارم به شما بدن، سر ما به شما سود بدن، خوبم بدن،
همه چیزو کم کنن سالی 20% و به عبارت میشه ماهی 4 میلیون و 16 به اصطلاح 4 میلیون و 160 هزار تومان. و ارزم به حضور شما اینو شما الان مثلا 3 ماه تقریبا صندوق داره کار میکنه 12.5 میلیون به علاوه 250 میلیون شما اگر توی بانک 250 میلیونتون گذاشته بودید از اون تاریخ الان 260 میلیون داشتید. درست این عدد یادتون میمونه 262. خب ولی اتفاقی که اینجا افتاده ما $5000 روی دلار 50000 تومانی خرید زدیم و الان دلار 60000 تومانه. خب یعنی اصل پولمون از 250 شده 300 میلیون. خب و نزدیک $300 هم داره میگه سود داده. این $300 هم ضرب در دلار مثلا الان 60000 تومان 18 میلیون. خب این 18 میلیون با اون 300 میلیون 318 میلیون. خب پول شما 250 میلیون شده 318 میلیون. خب یعنی 68 میلیون سود. اما تو اون سیستم بانکی میبینید تفاوت رو میبینید 12 میلیون کجا و 60 خورده میلیون کجا. جالبه. حالا اینا رو فعلا هر کسی با این صندوق و پتانسیلش آشنایی نداره. امیدوارم که در آینده نه چندان دور همه هموطنان عزیز بتونن از خدمات این صندوق استفاده کنن. پولی دست کسی نمیدید، پول تو حساب خودتونه، آقای خودتون هستید، رئیس خودتون هستید، گردش مالیتون آزاده، کاملا هر جا این پولو میتونید منتقل کنید طبق آموزشی که میدیم و دادیم و خواهیم داد. امیدوارم که از مطالب این کلیپ لذت برده باشید. سوال چیز داشتید دوستان عزیز زیر همین پست میتونید بپرسید، خودم شخصا جواب میدم.